فرزند مرا در ناحیه مینابود مکتب این مادر خیلی اندیشه و خودداری کرد که شکایت کند یا نه. گلجهان برهانова مادری کودکی صنف یک است که به ادعایش از ضربه آموزگار بستری شده است. معلم او را برای آن زده است که به مکتب گل نآورده است. واقعه 11 سپتامبر در مکتب شماره 4 ناحیه مومین‌آباد روی داده. فرزند گلجهان مبارز 16 روز در بیمارخانه بستری شده است. معلم زدگیش فرزند ما برای چی علم آوره که ایروی به ادبی زدگی نیست، ایروی با ما تیار کردگی با مکتب بردگی بدیم فرزندمونه برای گل زدگی فرزندی مرا گل بیار گفته برای گل زدگیشه. این نبرده این گل وقتی که گفته گل ببر اتش گفته که برام خدم گل میگیرم یا مقصد گوده که یو خیار اخدم میغلطون یک چیز میکنیم خدم گلش را میبرم. با گفته والدانش کودک آن روز به خانه برمیگردد و از درد سر شکایت میکند و میگوید که معلم او را زده است. همین سپتامبر بچه‌ام گفت که معلم گل میگه بیار. ما گفتم برا بگو که ما گل اوچکا نمیتونم. رفت ایس اومد در حالت پرتو قید کنی سرم میسوزه سرم در میکنه و وردیمش بیمارخانه مومین‌آباد. دیدن گفتن همین مقصد که سترسین قپیدگیه. گرفتیم دارو و درمان تحت توبت بیمارو بود. رحمت هم بیمارو دا مقصد کورچه افته نگاه بین کرد توبت کرد. اولا که پولی خدمون که میچی جز فشاری چی ندیدم دیگه. کم مقاماتی اومدن مرا فشار آوردن. طبیبان بیمارخانه مرکزی ناحیه مومین‌آباد به کودک آسیب پوشیده کاسه‌خانه و مغز سر، لغزش مغز سر تشخیص گذاشتند. اما شریف ماه شهرامی آموزگاری که ادعا می شود خواننده را زده است میگوید به شاگردش اصلا دست نرسانده است. نزدم. همین توجیه را که برام اگر کار نزدم برای اونه که در بیرون بوزی که استفدن ما یکم کسا زدگی هم نیستم. او ایوی دست چکوری کاری نتاکی مدرسه گرفتم کلی که دیگه ممکن مامی رو رسادی نیست مامی هری از فرزندی که در همون تیم نیستم با جوی فرزندی خودم هم را میدونم من این کسو لکه کورس کردن از اون کسم سری چی نتشکویر نکده من همون فرزندی اما در جوی فرزندی خودم میدونم نکرد. گلجهان برهانова مادری مبارز میگوید که پس از حادثه شوهرش به دادستانی ناحیه مومین‌آباد، حکومت ناحیه، شعبه معارف و مقامات دیگر مراجعت کرده است ولی بی نتیجه. برعکس روی شوهرش فشار آوردند که تو شکایت و این موضوع را رسانه‌ای نکن. شوهرش در پی فشارها خود را پس کشیده است ولی خودی او میخواد عاملان این قضیه پاسخ دهند. برای نمقام از شکایت دارم که تمام مقامات های بالا همه بدونه چورای مرا بدونه که ما فرزندی سالم بردن دادم مرا نمیفره سوردن 100% باشه چورا ما ببینن. تا کنون دادستانی و مقامات دیگری ناحیه مومین‌آباد در پی این حادثه سنجش گذراندن یا نه معلوم نیست، زیرا مقامات برای شرح قضیه اظهار آمادگی نمی کنند. در 2 ماه اخیر چندین قضیه لطکوب مکتبخوان‌ها از سوی آموزگاران در مکتب‌های تاجیکستان رسانه‌ای شده. ضد بعضی آموزگاران پرونده جنایتی نیز باز شد.